توی این جلسه میخوایم در رابطه با توابع صحبت بکنیم و اینکه ببینیم توابع به چه صورتی کار میکنن. تابع به یک مجموعه کدهای گفته میشه که برای یک هدف خاص نوشته میشن و برای اینکه از نوشتن کدهای زیاد جلوگیری بشه از اون تابع میتونیم تو بخش‌های از برنامه که نیاز داریم استفاده بکنیم. به طور کلی میشه تابع رو به این صورت دونست که هر تابع میتونه یک ورودی داشته باشه، یک قسمتی که ورودی یا اطلاعات رو پردازش میکنه و میتونه یک خروجی به ما بده. برای اینکه یک مثالی بتونیم بزنیم یک فایل اندیکاتور ایجاد میکنم. توی فایل های اندیکاتور دو تا تابع به صورت پیش‌فرض قرار داره. یکی تابع آن اینیت و دیگری تابع آن کلکیولیت. تابع آن اینیت رو گفتیم توی 4 حالت در واقع فراخوانی میشه. یکی زمانی که اندیکاتور رو روی چارت میندازیم، حالت دوم زمانی که تایم فریم چارت رو عوض میکنیم، حالت بعدی زمانی که جفت ارز رو عوض میکنیم و یا در نهایت هنگامی که متا تریدر رو باز میکنیم تابع آن اینیت فراخوانی میشه. اما تابع آن اینیت یا هر تابعی که هست از چه بخش‌هایی تشکیل شده؟ ما برای تعریف یک تابع اول باید مشخص کنیم اون تابع در واقع خروجی داره یا اینکه از نوع void هست که اینجا مشخص کردیم خروجی این تابع از نوع int هست، یعنی اینتیجر هست. بعد از مشخص کردن نوع خروجی تابع ما باید یک نام برای تابعمون انتخاب کنیم که این انتخاب کردن نام برای توابع و متغیرها دارای محدودیت هایی هست. برای مثال ما نمیتونیم شروع این اسم رو با عدد انتخاب بکنیم، MQL از ما ایراد میگیره. و همچنین خیلی بهتر هست که اسم تابع ها رو متناسب با اون عملکرد تابع انتخاب کنید تا قابل فهم‌تر بشه برنامه‌ای که می‌نویسیم. بعد از انتخاب نام شما پرانتز رو باید باز کنید. اگر تابعتون ورودی داشت توی پرانتز مشخص کنید و اگر ورودی نداشت مثل اینجا پرانتز رو ببندیم، آکولات های باز و بسته رو میگذاریم و بعد از اون به در واقع کدهای داخل این تابع میپردازیم. همونطور که تو جلسه قبل گفتیم هر تابعی که قرار باشه یک خروجی داشته باشه، حالا اینتیجر یا دابل یا هر نوع دیگه ای، باید یک دستور ریترن رو در انتهاش بگذاریم. اگر این دستور ریترن رو شما توی این تابع نذارین MQ4 در واقع ازتون ایراد میگیره و این دستور حتما باید باشه. در واقع این مقداری که اینجا با دستور ریترن برگردونده شده یک آیدنتیفایر هست، یک آیدنتیفایری که عددش 0 هست و آیدنتیفایرهای بعدی هم 1 و 2 هستن که راجع به این مقادیر در جلسات بعد صحبت خواهیم کرد. خب بریم یک تابعی با همدیگه بنویسیم و ازش توی برنامه‌مون استفاده کنیم و عملکرد اون رو بررسی کنیم. نکته‌ای که در رابطه با نوشتن تابع هست، شما تابع رو نباید توی قسمت‌های برنامه بنویسیم و توی بیرون از تمام این توابع دیگه بنویسیم که بتونیم جاهای مختلف ازش استفاده. خب برای مثال ما می‌خوایم یه تابعی بنویسیم که یک عددی رو گرفته و اون رو به توان یک عدد دیگه برسونه. ابتدا باید نوع خروجی اون تابع رو مشخص کنیم، بعد از اون اسم تابع که من get power میذارم، نام تابع رو پرانتز رو باز و بسته میکنم. حالا فعلا نمیخوایم ورودی به این تابع ارسال کنیم و علامت های آکولاد باز و بسته رو هم قرار میدیم. حالا یک متغیری رو داخل این تابع تعریف میکنیم به نام answer که با گذاشتن علامت سمیکالن در واقع این استیتمنت کامل میشه. یعنی ما یک متغیری با نام answer
و دیتا تایپ اینتیجر اینجا تعریف کردیم که یک بخشی از حافظه رم کامپیوترمون اختصاص داده شده به این متغیر که به اصطلاح به این کار دیکلر کردن گفته میشه یا تعریف یک متغیر. حالا برای مقداردهی این متغیر ما میتونیم به دو صورت عمل کنیم. یا میتونیم توی همین خط علامت مساوی رو بذاریم و مقداردهی کنیم، یا اینکه میتونیم توی خط بعدی همین متغیر رو دوباره بنویسیم و مقداردهیش کنیم. به این صورت ما برای اینکه تعداد خطهای برنامه کمتر بشه تو همون یک خط مقداردهیش میکنیم. اجازه بدیم برای اینکه عددمون رو اشاری وارد این تابع کنیم دیتا تایپش رو به دابل تغییر بدیم. حالا برای مثال ما دنبال یک تابعی هستیم که یه عدد رو به توان یک عدد دیگه برسونه. به رفرنس MQL میریم، F1 رو میزنم و توی این قسمت کلمه پاو که مخفف پاور هست رو سرچ میکنم. ببینید یک تابعی رو به ما معرفی میکنه به نام mathPow که در واقع خروجی این تابع از نوع دابل هست. دو تا در واقع متغیر رو میگیره، اولی رو به توان دومی میرسونه. همچنین اینجا گفته که به جای mathPow میتونیم از عبارت پاو هم استفاده بکنیم. برای استفاده از این تابع عبارت رو تایپ میکنیم و پرانتز رو باز میکنیم، مشخص میکنیم که عدد اول و دوم رو از نوع دابل وارد کنیم. برای مثال من عدد 5 و 2 رو وارد میکنم. خب این تابع عدد 5 رو به توان 2 میرسونه و یک عددی میشه حاصل این در واقع عبارت که ما این رو نیاز داریم داخل یک متغیری که اینجا تعریف کردیم بریزیم. پس این رو مساوی متغیر قرار میدیم و در نهایت علامت سمیکالن رو میگذاریم. پس تا اینجا ما عدد 5 رو به توان 2 رسوندیم و داخل متغیر answer ذخیره کردیم. گفتیم هر تابعی که خروجی داشته باشه و یعنی void نباشه باید از دستور return در انتهاش استفاده بشه. پس return میکنیم مقدار این متغیر رو. خب تابع ما کامل هست و میتونیم از این تابع توی جای مختلف برنامه‌مون استفاده کنیم. برای مثال به تابع on init میریم و میخوایم از این تابع استفاده کنیم. ما یک تابع پیش‌فرض توی MQL داریم با نام کامنت که هر مقداری داخل این کامنت بریزیم رو به صورت یک خروجی توی چارت به ما نمایش میده. برای اینکه از این تابع استفاده کنیم باید نامش رو صدا بزنیم. get power مشاهده میکنیم 3 حرفش رو که تایپ میکنیم این تابعی که ما تعریف کردیم جزو این توابع اومده. انتخابش میکنم، پرانتز رو باز میکنم و چون ما ورودی برای این تابع مشخص نکردیم توی پرانتز کلمه void رو گذاشتی، یعنی ما توی پرانتز نمیتونیم ورودی به این تابع ارسال کنیم. پس پرانتز رو میبندم، یک بار دیگه پرانتز کامنت رو میبندم و علامت سمیکالن. کامپایل رو میزنم تا اندیکاتور کامپایل بشه و بدون هیچ ایرادی مشاهده میکنید که کامپایل شده. بریم روی چارت، اندیکاتوری که ایجاد کردیم رو پیدا بکنیم. مشاهده میکنید که عدد 5 رو به توان 2 رسونده و مقدار 25 رو اینجا به ما نمایش میده. شما وقتی یک متغیر رو تعریف میکنید، برای مثال توی خط 43 ما یک متغیر با نام answer تعریف کردیم. توی این خط در واقع مقداری از حافظه رم کامپیوتر ما اختصاص داده شده به این متغیر. برای اینکه ببینیم این متغیر چه مقدار از حافظه ما رو اشغال کرده، کرسر موس رو روی دابل میگذارم، دکمه F1 رو میزنم. مشاهده میکنید که برای اعداد اعشاری ما دو نوع دیتا تایپ رو میتونیم انتخاب کنیم، دابل و فلوت.
اینجا خودش گفته مقدار حافظه‌ای که فلوت اشغال میکنه 4 بایت هست و دابل 8 بایت. در واقع دابل دقت اعشارش 2 برابر فلوت هست. یعنی ما اگر یک متغیر با نوع فلوت داشته باشیم تعداد اعشارش نصف دابل خواهد بود. برای مثال ما اگر این اعداد رو اعشاری بگذارم و کامپایل کنم، مشاهده میکنی که یه اعشار زیادی رو به ما اینجا نمایش میده. اما اگر نوع در واقع خروجی این تابع رو به فلوت تغییر بدم، باید تعداد اعشار اون عدد نصف شده باشه که مشاهده میکنی نصف اعشار حذف شده و اینجا به ما یک وارنینگ میده که یک بخشی از این دیتا در واقع امکان داره حذف بشه. همچنین ما اگه به جای فلوت و دابل اینجا از اینتیجر استفاده بکنیم، وقتی که کامپایل میکنیم همون وارنینگ رو دوباره به ما میده و یه احتمال داره که بخشی از دیتا حذف شده باشه و توی چارت میبینیم که کل اون اعشار حذف شده و فقط قسمت صحیح اون عدد رو به ما نمایش میده. برای اینکه این توابعی که مینویسیم خیلی منظم‌تر و شکیل‌تر باشه، میتونیم مثل این توابع پیش‌فرض MQL یک هدر براشون تعیین کنیم. با استفاده از کلیدهای کنترل و نقطه در واقع این هدر برامون ایجاد میشه و میتونیم یک اسم براش مشخص بکنیم. حالا به فرض ما میخوایم یک تابع دیگه ای رو ایجاد بکنیم که توی این تابع یک ورودی رو به این تابع ارسال بکنیم و خروجی ازش بگیریم. برای مثال ما اگه بخوایم یه تابعی بنویسیم 2 تا عدد رو گرفته و این دوتا رو مقایسه بکنه و مقدار کمتر یا بیشتر رو به ما نمایش بده. برای این کار اول نوع خروجی رو مشخص میکنیم، نام تابع getMin میذارم و پرانتز رو باز میکنم. اینجا باید ورودی های تابع رو مشخص بکنیم. من برای مثال میگم متغیر اول از نوع اینتیجر هست و اسمش نام 1 و متغیر دوم از نوع اینتیجر اسمش نام 2. پرانتز رو میبندم و کلاه باز رو بسته میکنم و حالا یه متغیر داخل تابع تعریف یا اصطلاحاً دیکلر میکنیم. مقدار دهی هم میکنم من 0. حالا برای اینکه این دوتا عدد رو مقایسه بکنیم تابعی توی MQL هست، میتونیم با هم دیگه بریم سرچ بکنیم. کلمه مینیموم یا ماکسیموم رو در واقع اگر سرچ بکنیم math min، مشاهده میکنید که یه تابع هست خروجیش از نوع دابل و 2 تا عدد رو از نوع دابل میگیره و اونی که کمتر هست رو خروجی میده که اینجا گفته به جای عبارت math min از fmin هم میتونیم استفاده بکنیم. پس ما اینجا از عبارت fmin استفاده میکنیم و قسمت هلپش برای ما باز شده، گفته مقادیر اول و دوم رو وارد کنید که من اینجا این مقادیر ورودی تابع رو به عنوان در واقع اعداد مقایسه شونده اینجا میدم، نام 1 و نام 2. پس این تابع الان این عدد ورودی که به این تابع ارسال میکنیم رو میگیره و مقایسه میکنه، مقدار کمتر رو مشخص میکنه. حالا این مقدار کمتر رو ما میخوایم توی یک متغیر ذخیره کنیم که اینجا تعریفش کردیم. پس این رو داخل انسر میریزیم و در نهایت سمیکالن. و تابعمون چون از نوع void نیست یعنی خروجی داره باید از دستور ریترن استفاده بکنیم. شما ریترن رو به 2 صورت میتونین استفاده کنین، یکی به این شکل، یکی هم این که این متغیر رو میتونین داخل پرانتز قرار بدید. هر دو تاش یکی هست. یک هدر هم برای این تابع رو مشخص کردیم. حالا بریم از این تابع استفاده بکنیم. توی همون دستور کامنتی که توی تابع آنینیت نوشتیم من میرم تابع رو فراخوانی میکنم getMin
پرانتز باز، مشاهده میکنید یه هلپی برامون باز میشه که میگه دو تا عدد اینتیجر رو باید به عنوان ورودی در واقع به این تابع ارسال بکنیم که من عددهای برای مثال 40 و 60 رو میفرستم و پرانتز رو میبندم. پرانتز ها هر جا که بسته میشه شما اینجا کلیک بکنید، پرانتز بسته شدن همون قسمت هم برای شما هایلایت میشه، یعنی این پرانتز رو کنارش کلیک بکنید پرانتز انتهاییش رو برای شما هایلایت. خب این رو کامپایل میکنیم، مشاهده میکنید هیچ ارور یا وارنینگی نداره. روی چارت مشخص میکنه که عدد 40 کوچکتر هست، در واقع عدد 40 و 60 رو زدیم، عدد کوچکتر رو برای ما نمایش داد. حالا یه عدد دیگه وارد کنیم، کامپایل کنیم، مشاهده میکنید که عدد 60 رو به عنوان عدد کوچکتر به ما نمایش داد. یه نکته‌ای که اینجا بود، ما از تابع fmin استفاده کردیم و این تابع خروجیش از نوع دابل هست و عدد دابل رو میگیره. اما چون ما اینجا ورودی هاش رو به صورت اینتیجر در واقع ارسال کردیم، دیگه نیازی به کاری نبود و نتیجه رو درست به ما نمایش میداد. اما هنگام فراخوانی این توابع چه اتفاقی میفته توی کامپیوتر؟ وقتی این اندیکاتور رو روی چارت میندازی، ابتدا گفتیم تابع onInit فراخوانی میشه، پس تابع onInit وارد استک یا پشته میشه. بعد از اون وارد تابع کامنت میشه و این تابع هم بعد از تابع onInit وارد استک یا پشته میشه. بعد از اون وارد تابع getmin میشه که اون هم در واقع توی استک قرار میگیره و محاسبات داخل این تابع انجام میشه. در واقع این عددهای ورودی که اینجا دادیم بهش ارسال میشه به تابع و مقدار عنصر مشخص میشه و ریترن میشه. بعد از این عمل تابع getmin از استک خارج میشه و بعد از اون تابع کامنت خارج میشه و بعد از اون تابع onInit از استک در واقع حذف میشه و برنامه به تابع onCalculate میره که اینها همش به ترتیب هست. یعنی اگر ما تعداد زیادی تابع رو توی همدیگه نوشته باشیم، در واقع آخرین تابعی که وارد استک میشه اولین تابعی هست که از استک خارج میشه. نکته دیگه ای که هست، ما اگر بخوایم این اعداد رو توی توابع استفاده کردیم، اگر بخوایم این اعداد رو از کاربرمون بگیریم باید چیکار بکنیم؟ برای اینکه یک عددی از کاربر یا یک مقداری از کاربر گرفته بشه، وقتی شما اندیکاتور رو روی چارت میندازی، توی این تب‌ها یک تبی به اسم اینپوتس قرار داره که ما چون توی این اندیکاتور اینپوت رو تعریف نکردیم این تب وجود نداره. برای تعریف مقادیر ورودی توی در واقع MQL شما میتونید از دو کلمه اینپوت و اکسترن استفاده بکنید که تفاوت این دوتا رو با همدیگه میبینیم. برای مثال من این دوتا عددی که اینجا دادیم رو از نوع اینتیجر تعریف میکنیم اینجا، یعنی اول مشخص میکنیم با کلمه اینپوت که این مقدار از کاربر میخواد گرفته بشه، بعد دیتا تایپ این متغیر و نام متغیر که من نامش رو x میذارم و اینجا مقدار دهیش هم میکنم. بعد یه متغیر دیگه هم به همین صورت معرفی میکنم با نام y و مقدار. حالا کافیه به جای این عددها اسم این متغیرها رو قرار بدیم، یعنی x و y. حالا وقتی این اندیکاتور رو کامپایل کنیم میبینی که یه تبی اینجا ایجاد شده با نام اینپوتس و متغیرهایی که تعریف کردیم به اضافه مقادیری که بهش دادیم اینجا هست. شما میتونید با دابل کلیک کردن این مقادیر رو تغییر بدید. برای مثال اینجا من مقدار 50 رو میکنم 80 و اوکی میکنم. اینجا میبینی که در واقع مقدار کمتر که 60 هست رو به ما نمایش میده. اما فرق اینپوت و اکسترن، اینپوت وقتی ازش استفاده میشه ما توی برنامه‌مون نمیتونیم این مقادیر متغیرها رو تغییر بدیم. یعنی اگر جایی توی برنامه نیاز داشته باشیم که یک متغیری همیشه ثابت باشه و در طول برنامه
اشتباهاً در واقع تغییر نکنه از اینپوت استفاده میکنیم. ببینید من اینجا برای مثال x رو مقدارش رو تغییر میدم و وقتی میخوایم کامپایل کنیم برنامه از زمان ایراد میگیره که نوشته x در واقع نمیتونه تغییر پیدا بکنه. اما اگر ما توی برنامه‌مون نیاز داشته باشیم که این متغیرهای ورودی در واقع قابل تغییر باشن، از کلمه اکسترن استفاده میکنیم. حالا اینجا مشاهده میکنیم که اگر x رو تو قسمتی از برنامه تغییر بدم، برنامه به درستی اجرا میشه و در واقع برنامه داره کار میکنه. نکته دیگه ای که میتونیم بهش اشاره بکنیم، ما در تب اینپوت نام متغیرها رو اینجا میبینیم. شاید نیاز داشته باشیم به جای این اسم متغیرها یک توضیح از این متغیر یا یک عبارتی به ما نمایش بده. برای انجام این کار ما میتونیم توی این خط که در واقع این متغیرها رو تعریف کردیم به عنوان ورودی، به صورت یک کامنت، یعنی با زدن دوتا اسلش و عبارتی که مد نظرمون هست، اینتر برای مثال and integer، همین رو برای متغیر بعدی هم می نویسم و کامپایل میکنم. حالا توی تب اینپوت مشاهده میکنیم به جای نام های x و y این عبارتی که به صورت کامل نوشتیم رو به ما نمایش میده. خب امیدوارم از مطالب این جلسه استفاده کرده باشین و براتون مفید باشه. تا جلسه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.